أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به تفسیر سوره نور میپردازیم که این سوره که در مدینه نازل شده است. ما سوره هایی داریم که در مکه نازل شده است و اینچنین در مدینه نازل شده است. اینچنین سوره داریم که بین مکه و مدینه پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مکه را فتح کرده برمیگشتند سوره نازل شده است. اما این سوره نور که در مدینه نازل شده است، در این سوره احکام و آداب های الله بر ما خبر داده است که باید پیامبر حضرت عمر رضی الله عنه گفتند که باید زنها سوره نور را بدانند و از احکام هایش با خبر باشند، اما برای مردها میگویند که سوره توبه یا که سوره مائده می باشد. الله میگوید سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. سوره، ما این سوره را فرود آوردیم بر شما، و فرضناها، و برای شما آن احکام هایی که وجود دارد برای شما عمل کردنش را فرض گرداندیم. و انزلنا فیها آیات بینات، ما آیت هایی را بر شما بیان فرود آوردیم که همهش بیان و روشن است. در سوره نور تمام احکام هایش برای بندگان بیان است و یگان خللی برای فهمیدن وجود ندارد. لعلکم تذکرون. الله میگوید شاید شمایان عبرت بگیرید، پند بگیرید. در حقیقت برای چه الله شاید شما پند بگیرید؟ میگوید شخصایی هستند که احکام و فرمانهای الله را میدانند اما پند نمیگیرند، عمل کردن نصیبشون نمیشود. الله ما و شما را به این سوره عمل کردن را نصیب بگرداند و اجر و پاداش را در روز قیامت الله به پایان عطا فرماید. سوره این مجموعه از آیت های قرآن می باشد و اینچنین سور به معنای دیوار می باشد که یک بلندی از زمین بالا می شود. این به معنای لغتا سور می باشد. و اینچنین سوره به معنای منزله و بالا و مرتبه می باشد، بالا مرتبه می باشد. هر کسی که سوره از قرآن را حفظ بکند او بیشک منزله و مرتبهش بالا می شود. انس ابن مالک میگویند که یکی از صحابگان پیامبر اگر سوره بقره یا آل عمران را میخواند یا حفظ میکرد، در نزد چشم ما او مقام بالا می داشته بود. برای این وقتی که انسان یکی از این سوره ها رو حفظ بکند بیشک در نزد الله او مرتبه و منزلت دارد. زیرا الله در روز قیامت شخصی حافظ قرآن، شخصی که قرآن را حفظ کرده است، میگوید که تو قرآن را بخوان، به همان جایی که تمام کردی همانجا منزلت و مکان تو است. برای این ما نه فقط حفظ کنیم بلکه به فهمیدن قرآن کوشش بکنیم. سوره انزلناها، الله قرآن را فرود آورده است. این دلالت میکند که الله اعلا می باشد، بالا مرتبه. الله فوق کل شیء. انزلناها نکی از نامهای الله
علی می باشد که قرآن را از بالا فرود آورده است. اعلا و این چنین علوا کبیرا انزلناها و فرضناها و بعضی از قرائت فرضناها، یعنی احکامهایش بیان باشد. در این صورت درباره حکمهای زنا، حکم تهمت و حکم زن و شوهر وقتی که یکدیگر را تهمت میکنند بیان شده است و قصه افک وجود دارد و آداب و تربیه کودکان بیان شده است و چگونه به خانه کسی داخل شدن حکم، یعنی آداب و اخلاقش بیان شده است. و انزلنا فیها آیات بینات، آیاتهایش بیان و روشن می باشد. لعلکم تذکرون، شاید که شمایان با این آیاتهای بینات روشن شمایان عبرت بگیرید. این بود تفسیری اولی این سوره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.